ما یه سفر رفتیم کردستان، شلوغ پلوغ میکردیم، مشروب میخوردیم، فلان میکردیم، همه این کار رو میکردیم، ولی انقدر اون آدما با فرهنگ بودن، با اینی که خب اونجا مردم موقعیتشون کاملا روستایی بود، ولی من احساس میکردم آدما وقتی که امکاناتشون بیشتر باشه میتونن با فرهنگ تر باشن، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست. من توی تهران با قشرایی رفت آمد میکردم که خیلی بالا بودن، یعنی طبقات خیلی بالا و زندگی بسیار عالی، خارج رفته، به قول معروف مسافرت‌های آنچنانی، یعنی زندگی‌های خوب، ولی فرهنگ در حد زیر صفر. خب پس امکانات هیچ ربطی به فرهنگ نداره. کردستان با تمام اون سادگیش و اون روستایی و اون چیزی که من دیدم، عشق توش بود، مریضی نبود، مردم کاملا سالم بودن، خوش بودن، دونی اونو حس کردم و اون خالصه واسم خیلی بیشتر ارزش داشت.